سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خوبی رو سپری بکنید. تو این چنل در واقع این اولین ویدیوی منه و همین یکم استرس دارم و نروسم، اما خب اوکیه، به مرور فکر کنم بهتر بشه. تو این چنل ما قراره که در مورد موسیقی صحبت کنیم. این جلسه رو من تئوری موسیقی رو آوردم که با هم در موردش صحبت کنیم و چیزای جدید یاد بگیریم. من اون رشته‌ای که توش کار میکنم پیانو هستش و حالا یه سری از چیزهای عملی پیانو رو بهتون میگم که آموزش ببینید و اینکه فعلا چنلمون روی همین روال قرار بگذره. خب میریم سراغ درسمون. جلسه اول رو من ترتیب دادم به تئوری موسیقی که شناخت نوت‌ها و حفظ کردن اونها، نوت‌نگاری، خطوط حامل و اینجور چیزها هستش که امیدوارم که راضی باشید از نوع تدریس من. خب بچه‌ها، من سعی کردم تا جایی که میتونستم اینو حالا صاف بکشم، خیلی هم صاف در نیومد ولی اوکی، کارو رو میندازم. خب از خطوط حامل شروع میکنیم. توضیحش رو من حالا اینجا نوشتم، میتونید رو نویسی کنید، من یه توضیح ریزی هم در موردش بدم. اینجا نوشتم 5 خط موازی که نوت ها توی وسط، بالا، پایین و یا بینشون، بین این خط ها قرار میگیره. خب ببینید بچه ها، ما همونطور که برای نوشتن زبان به یه دفتر 2 خط احتیاج داریم و یا واسه نوشتن فارسی به یه دفتر خطدار احتیاج داریم، برای نوشتن نوت‌های موسیقی هم که نوعی زبان هستن به خطوطی احتیاج داریم که به این خطوط حامل میگن، خطوط حامل که در واقع 5 خطه و این رو هم بگم که این 5 خط از پایین به بالا شمرده میشوند. خب این هست خطوط حامل ما که حالا سرکلید داره، نوت داره که اینا رو بعدا براتون توضیح میدم. الان دوست دارم بیشتر در مورد نوت هایی که اینجا قرار میگیرن و سرکلید سل صحبت کنیم. خب بچه ها، من این کلیده ها که نیاز بود، این سرکلید این نوت ها رو نوشتم تا براتون توضیح بدم. خب نگاه کنید، چیز خیلی خیلی ساده ایه که حالا این اولین مدلیه که میخوام بهتون نشون بدم که چطور یاد بگیرید و یه مدل ساده تر هم داره که من حالا یه دونه در واقع دایره میکشم تا اون روش رو هم براتون توضیح بدم. خب نگاه کنید، این اسمش سرکلید هستش. خب براتون بنویسیم سرکلید. خب که حالا ما 3 نوع سرکلید داریم: سرکلید سل، سرکلید فا و سرکلید دو که احتمالا توی جلسه دوم اونها رو بگیم. اگر که کوچولو هستین و مثلا از بین حالا 2-3 سال تا 10-12 سال، 13 حتی سال اینا هستین، جلسه دوم رو فکر نمی کنم نیازی باشه ببینید، مگر اینکه حالا 13-14 ساله ها بخوان برای کنکور بخونن که فکر نمی کنم. به هر حال اما جلسه دوم که قراره در مورد این سرکلیدها و چیزای تخصصی تر صحبت کنیم، خیلی به کوچولوها توصیه نمیشه چون که قاطی میکنن و کلا از چششون میفته چون یه کمی دشواره. اما خب اگر میخواید برای کنکور آموزش ببینید براتون خیلی واجبه. به هر حال حالا کار با جلسه دوم نداریم. این سرکلید ماه که به این نوع سرکلید، به این شکل سرکلید میگن سرکلید سل یا آوازی، کلید سل یا کلید آوازی. خب چرا بهش میگیم کلید سل؟ نگاه کنید، این نقطه رو شما بهش نگاه کنید، روی کدوم خطه؟ روی این خطه دیگه. خب ما میایم نوت روی این خط رو میبینیم نوشته سل. در واقع نوتی که روی این خط قرار گرفته رو ما سل مینویسیم و از روی این سل جای بقیه نوت ها
رو پیدا میکنیم که در واقع میشه سول لا سی دو حالا دوباره تکرار میشه دو ره می فا سول لا سی تا به هر حال 7-8 تا در واقع قسمت ما داریم که اینها رو هی میاد توی پیانو، البته هی تکرار میشه. الان مثلا این یک قسمتشه، به زبان ساده بخوایم توضیح بدیم این دومین قسمتشه، حالا به این سمت میره، به این سمت هم میره و بزرگتر و کوچیکتر میشه. به هر حال ما داریم اینجا به زبانهای فرانسوی، ایرانی و یه سری زبانهای دیگه ما از دو ره می فا سول لا سی استفاده میکنیم که انگلیسی هاش رو هم این پایین براتون نوشتم که راحت تر بتونید آموزش ببینید. بعد شاید به خودتون بگید که این A B C D F G ها که نوشتم چی هن؟ خب نگاه کنید، به زبان لاتین توی کشورهایی مثل کشور آمریکا، مثل کشور انگلیس و یه سری کشورهای دیگه ما از حروف لاتین برای نوت هامون استفاده میکنیم که در واقع نوت شروعین ما نوت لا هستش که توی لاتین ما از نوت لا شروع میکنیم و میگیم A, B, C, D, E, F, G. بچه به اشتباه نیفتید، این دو تکرار همین دو، همون که گفتم هی بالاتر میره پایین تر میاد. مثلا C این حالتی هستش، دو C، لا مثلا این حالتی هستش تا حالا روی خطه تا میره پایین و این هم دوباره میاد بالا میشه دو ره می فا سول، حتی میشه لا، بعد میشه سی. در واقع بین چیز اشتباه گفتم، ببخشید، این و این هم که هست دو. نمیدونم چرا انقدر زشت شد، ورم شبیه درده. در حال حالا ما اینها رو پاک میکنیم که به اشتباه نیفتید. خب پس اینها رو و این دورم کنار بذاریم بهتره. اینها رو فعلا کنار میذاریم و توی همین قسمت تمرکزتون رو بذارین تا یاد بگیرید. دو ره می فا سول لا سی یا همون این دو رو در نظر بگیریم. این ببینید این نوعی که ما الان خوندیم به این میگن نوع خوانش بالا رونده. خب یعنی ما توی نوت هامون و روی کلید هامون بالا رونده میخوریم. دو ره می فا سول لا سی دو سی لا سول فا می ره دو. اینی که خوندم دو سی لا سول فا می ره دو پایین رونده است. خب بالا رونده میشه دو ره می فا سول لا سی دو. و پایین رونده بخوایم از این سمت بخونیم بیاد این سمت که به سمت بم ها میره، به این سمت میگن زیر، به این سمت میگن بم. به طرف بم ها میره میشه دو سی لا سول فا می ره دو سی دو به هر حال آره اینها بالا رونده میشه و به این حالت که میخونیم پایین رونده میشه. خب فکر میکنم از نوت ها خیلی چیزی باقی نموند که بگیم. دقیق نمیدونم، فکر کنم دیگه همه چیزشو گفتم در مورد نوت ها. این روش اولی بود که میتونستید آموزش ببینید. روش اول، اگر میخواید که رو نویسی کنید خطوط حامل رو بکشید، این رو بذارید سرش و نوت ها رو به ترتیب همین مدل که من نوشتم بنویسید. دورم ترجیحاً بذارید اما حالا با یه رنگ دیگه که با این دو قاطی نشه، یعنی تکرار دوی اول این. که حالا اینم کسایی که پیانو میزنن یا میخوان تو دانشگاه موسیقی درس بخونن بعد حتما پیانو رو تا یه حدی بلد باشن میتونن از این استفاده کنن. خب میریم سراغ روش دوم که چطوری اینها رو یاد بگیرید. خیلی خب بچه ها، من روش دومشم که الان براتون توضیح میدم رو کشیدم. به نظر من خودم با این روش آموزش دیدم، خیلی کوچولو که بودم، فکر کنم 7-8 سالم بود. پس نتیجه اخلاقی اینه که بچه‌هاتون رو از بچگی بفرستید که موسیقی یاد بگیرن و اینکه این ویدیو به درد بچه ها هم میخوره، یعنی اونقدر سطحش بالا نیست که مثلا بچه ها متوجه نشن. بچه ها باهوشن، متوجه میشن. خب نگاه کنید، ما از اینجا شروع میکنیم
همونطور که گفتم این دو تکرار همین دوه، اشتباه نکنید، همین اولیش میگم. و اینکه این دوتا رو از هم جدا کنید وقتی میخواین جزوه بنویسید. خب گفته که دو ره می فا صل لا سی دو. این روش در واقع برای آموزش بالا رونده و پایین رونده هستش که در واقع بخوایم این خط رو یه خط صاف از اینجاها بگیریم بکشیم صافش کنیم، این دو میفته این سمت و این دو میفته این سمت و همین بالا رونده و پایین رونده ما همچنان سر جاشه. این خط رو که بخوایم صاف کنیم به این حالت میشه دو ره می فا صل لا سی دو که میشه بالا رونده و دو سی لا صل فا می ره دو، این هم میشه پایین رونده. پس اگر از این سمت بخونید میشه بالا رونده و اگر از این سمت بخواید شروع کنید بخونید میشه پایین پایین رونده. وای وحشتناک شد. آره به این حالت میشه. و اینکه بعد دو صورتش هم یاد بگیرید دیگه، چون واسه کلیدهای دیگه این پایین رونده هم نیازه. حالا بعدن که کلید فا رو آموزش دیدید میگم که واسه چی نیازه، اما خب همونقدر که حالت بالا رونده مهم هست برای ما، حالت پایین رونده هم مهمه. اینطوری نیستش که فقط اینجوری بزنی بری بالا، بالاخره پایینم باید بیای. جوری دیگه تا بی نهایت باید نوت بالا رونده داشتیم ما دیگه، پایین نمی اومدن. به هر حال خب بچه ها اینم دیگه شد روش دومی که میتونید نوت ها رو یاد بگیرید و فکر میکنم برای جلسه اول کافی باشه. گفتم دیگه جلسه بعدی قرار سرکلیدهای فا و دو رو آموزش ببینیم و همینطور چیز دیگه که حالا ببینیم این نوت ها توی سرکیل‌های مختلف چطور قرار میگیرن. حامل مضاعف رو بهتون آموزش میدم که یک کم که حالا پیانو براتون مخصوصا جا افتاد، این حامل مضاعف براتون نیازه. و همین فکر کنم جلسه بعد اینها رو بگیم که فصل دوم کتاب مبانی موسیقی. من در واقع بچه‌ها حالا خط به خط توضیح نمیدادم، اما در کل داشتم این کتاب رو واسهتون آموزش میدادم که اصلا تامنیل ویدیو هم همینه، چون من خودم کلی یوتیوب رو اون موقعی که نیاز داشتم گشتم و حالا تا جایی که میدونم ندیدم که کسی آموزش این رو گذاشته باشه و به نظرم خورد که خیلی به دردتون بخوره. و میگم حالا خط به خط من اینو توضیح ندادم چون که به هر حال جلسه اول بود، این خیلی تخصصی تر آموزش داده یه سری از جاها رو، سعی کردم خیلی آسون فصل دوم رو براتون بگم. تنها نکته‌ای که در واقع فصل دوم به دو قسمت تقسیم کردم دیگه، قسمت اولش رو که توضیح دادم براتون، قسمت دومش بود. تنها نکته‌ای که توی صفحه اول در واقع فصل دوم مونده اینه که این حروف که حالا گفتیم نوت ها چه نام دارن و اینها رو یکی کشف کرده و اختراع کرده به اسم گویدو د آرتسو که متولد شده در سال 1050 از دنیا رفته در سال 1050 و متولد شده در سال 990 میلادی، که حالا این خطوط حاملی که براتون توضیح دادم و این نوت نگاری امروزی رو ما مدیون به این فرد هستیم. و حالا یه سری قسمت دیگه که اوکتا و اینایی که ایشالله جلسه بعد براتون توضیح میدم.
خیلی خوب بچه‌ها، این هم از این جلسه ما. امیدوارم که لذت برده باشید، چیزهای جدید آموزش دیده باشید. این ویدیو در واقع فقط برای کسایی بود که تازه میخواستن شروع کنن. اگر که بچه‌های حرفه‌ای هستین یا حالا در حد نوت ها و اینا رو میدونید و مثلا میخواید چه میدونم گام ها رو یا حالا فواصل و صوت شناسی و فیزیک صوت و چه میدونم اینها رو آموزش ببینید، در آینده نه چندان دور فکر میکنم که براتون خواهم گذاشت اگر که منصرف نشم از ویدیو گذاشتن. و اینکه آره دیگه همین. امیدوارم که خوش باشید، درساتون رو خوب بخونید، هر چند سالی که دارید، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هر سالی که هستید سعی کنید درساتون رو خوب بخونید، به جو کلاس و مدرسه دقت اصلا نکنید و راه خودتون رو پیش ببرید. دوستتون دارم. بای بای.